شامل آقا مهدی کجا؟ زون چشاتون فکر کنم همه چیز زیر سر این شمسی زنده هاشمه. داش مهدی یه جور تخ خوابیده بود اصلا تکون نمیخورد. حالا وضعیت ما چی؟ بحرانی. حاجی اینجا چیه بابا؟ نه جکوزی داره نه سونا داره. کسی نرم کننده ما رو ندیده؟ نرم کننده؟ صابون و گلار داری میخوای بیا. آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ چطوری همین؟ اینجا چی کار میکنی؟ همون کاری میکنیم که تو هم داری میکنی. حواله توف به این روزگار کاسبش. بگو چرا؟ فقط به خاطر اینکه من تا این موقع صبح ندیده بودم، یعنی به نکشی خدمت افتادم. داداش خودتو ناراحت نکن، خدمت دیگه میگذره، هممون مثل همیم. اینا رو ولش کنید. الان میدونید وقت چیه؟ وقت چیه؟ وقت از اینا بیا وسط. بابا اینا